فقر و بندگی ز حاصل رنج کار و خستگی مال تنیده اند کار و کود بردگی سپاه کاریم و توده های محرومان به جان شوند رهروان راهمان چو آخرین نسل بردگان و بی چیزان قیام ما واژگون کند جهان به پا ای گرسنگان ای ستمکشان به سوی سوسیالیسم به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیسم زبان ما افزون به عزم جزم ما به
دست خود باید رها شویم. سلاح ما اتحاد ما و حزب ما، نظام کهنه را زیر پا نهیم. زمانه صاحبان زور و سرمایه به سر رسد، این زمانه ستم به سر رسد. عمر حاکمان بیکاره که داده ایم دست خود به دست هم. به پا ای گرسنگان، ای ستمکشان، به سوی سوسیالیسم، به سوی آزادی، به سوی دنیای نوین، به پا به سوی سوسیالیسم. ما دارد تنین دیگر، تنین پس در نبرد سرنوشت. به دست ما پرچم رهایی بشر، زمین ز خشم و ز کینه گشته کشت. به جستجوی سعادت بشر ماییم، مبارزه راه سرخ سوسیالیسم. بهشت خود در همین زمین به پا داریم، به امر خود در نظام سوسیالیسم. به پا ای گرسنگان، ای ستمکشان، به سوی سوسیالیسم، به سوی آزادی، به سوی دنیای نوین، به پا به سوی سوسیالیسم. نه، نمیخوایم. دولت ننگین نمیخوایم. جهنم آذین نمیخوایم. بهشتتون ارزونیتون، خرافه و دین نمیخوایم. نون نمیخوایم. نون میخوایم، رفاه میخوایم، مسکن و سرپناه میخوایم. شیخ و شاه مرتجعند، شورا میخوایم، شورا میخوایم. نه، زنازاری نمیخوایم. تبعیض و خواری نمیخوایم. حجاب جاش آشغالدونیه. ذلت و زاری نمیخوایم. کف بزنین حال میخوایم. رهایی امسال میخوایم. زنا قلب انقلابن. عدالت و بال میخوایم. نه، کودک کار نمیخوایم. تحقیر و بیگار نمیخوایم. نه، کار ارزون و نزور، دنیای بیمار نمیخوایم. عشق میخوایم، خنده میخوایم، امید و آینده میخوایم. برابری، مرگ ستم، جهان زیبنده میخوایم. ارتش و پاسدار نمیخوایم. آخوند و بازار نمیخوایم. سرمایه‌داری مهنت، میهن اشرار نمیخوایم. رقص میخوایم، سرود میخوایم، گل و پرنده و عود میخوایم. طبیعت زنده و سبز، هوای تازه، رود میخوایم. این جنبش سر باز ایستادن ندارد. درودهای انقلابی من را پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و ویژه برنامه اعتصابات و اعتراضات سراسری در ایران. خوشحالم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در این بخش از برنامه گفتگویی داریم با رفیق دیمن سهرابی، نویسنده و شاعر. رفیق دیمن گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه ما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و بینندگان محترم. خیلی خوشحالم. خیلی خوش اومدید، خیلی خوشحالیم که در این برنامه شرکت کردیم و دعوت ما رو پذیرفتید. رفیق دیمن، همونطور که مطلع هستین، خب در عرض 9-10 روز گذشته سراسر ایران در شهرهای کوچک و بزرگ اعتراضات، اعتصابات زیادی
روی داده و تا همکنون که ما داریم با هم صحبت میکنیم مردم در خیابان ها هستن و به وحشیانه ترین شیوه دارن سرکوب میشن. حتی این اعتراضات و صدای مردم ایران از مرزها هم فراتر رفته. ارزیابی شما از این اعتراضات چیه؟ باید به این اشاره کنم که این اعتراضات نقطه قوتی که داره اینه که سرتاسریه و همه ملت‌هایی که در ایران زندگی میکنن رو به هم وصل کرده. این یکی از نقاط اصلی این اعتراضات و همینطور برای من مهمترینش اینه که از کردستان شروع شده و این پشتیبانی عظیمی که توی کردستان از خانواده امینی شد و منجر شد به اینکه همه شهرهای دیگه هم به خاطر پشتیبانی از سقز به میدان بیان و اعتراضات خودشون رو به گوش حکومت برسونن و همینطور ادامه دار بودن این قیام مردمی باعث شده که در سرتاسر دنیا و افرادهای خیلی مهمی و نهادهای حقوق بشری، همه کسایی که قبلا باید بگم سکوت کرده بودن، واقعا پشتیبانی خودشون رو از مردم ایران و کردستان ابراز کردن و همه اینها امیدبخشه و مردم رو به این سوق میده که به اعتراضاتشون ادامه بدن و در این 8-7 روزی که ادامه داشته مدام مردم به خیابان اومدن و خیابان رو واقعا به سنگر خودشون تبدیل کردن که فکر میکنم اگر صدای پشتیبانی افرادهای دیگه، کشورهای دیگه، نهادهای دیگر رو نمیشنیدن، این توانایی رو شاید نمیداشتن و احساس میکردن که تنها گذاشته شدن، مثل همه دفعات قبلی که این اتفاق افتاده. ولی خوشبختانه اکنون ساده ترین نمونهش اینه که بیش از 100 میلیون بار اسم مهسا امینی یا ژینا امینی توییت شده و این گستردگی اعتراضات باعث شده که واقعا همه اهمیت بدن به خواست مردم ایران و این موضوع رو خیلی مهم میکنه، به خاطر اینکه میتونیم امیدوار باشیم به آینده این اعتراضات و این قیام. بله، سپاسگزارم رفیق دیمن. از همبستگی و اتحاد گفتید. خب این اعتراضات نسبت به اعتراضات سالهای پیش، برای نمونه میتونیم به 88 اشاره کنیم، به 96، به 98. چه وجه تمایزش چیه با سایر اعتراضات در سالهای گذشته از نظر شما؟ من فکر میکنم چیزی که خیلی مشهود شعاری که در این اعتراضات داده میشه، این رو نباید فراموش کنیم که چه شعاری در این اعتراضات اکنون داده میشه و چه شعارهایی در گذشته مردم به زبان می آوردن. شما به 88 اشاره کردین که اون موقع خواست مردم تغییر رژیم نبود، خواست مردم چیز دیگری بود و حتی شعارشون اگر من فراموش نکرده باشم میر حسین یا حسین بود، که اکنون به شعاری رسیدن به اسم ژن ژیان آزادی، زن زندگی آزادی، و این شعار یک تاریخ گسترده‌ای پشت سر خودش داره حمل میکنه و ما نمیتونیم این تاریخ رو انکار کنیم و این شعاریه که برای اولین بار مثلا از روژاوای کردستان، از باکور کردستان شروع شده و شعاریه که توی کردها نهادینه شده و اکنون مردم سرتاسر ایران این شعار رو به زبان میارن، اون رو ترجمه کردن و میبینیم که همه مخصوصا تمام روزنامه‌های دیگه هم که به خاطر پشتیبانی از مردم ایران در موردش نوشتن، این شعار رو سرتیتر خودشون کردن، به زبان‌های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده. این شعار نشون دهنده اینه که سطح توقع مردم چقدر بالا رفته و اونا چه خواستگاه اصلی دارن و اکنون چیزی که اونا میخوان فراتر از
حجاب فراتر از تغییر کوچکی در سیستم، بلکه خود شعارهای دیگه هم داده شده، مخصوصا اگر اشتباه نکنم این که یکی از شعارها این بود که اصل نهاد ولایت فقیه رو چیز کرده بودن، در نظر گرفته بودن که کلیت نظام رو نشونه گرفتن. دقیقاً. و این به معنای اینه که اون چیزی که مردم خواستارشن تغییرهای کوچک نیست و اونها تغییر اساسی در حکومت جمهوری اسلامی میخوان و میخوان اصلا حکومتی به نام حکومت جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و از این حکومت دیکتاتور و توتالیتر گذر کنن و به چیز دیگه‌ای برسن، به قسمتی از آزادی برسن که خودشون بتونن برای آینده خودشون تصمیم بگیرن. تفاوت اساسی دیگه‌ای هم که داره اینه که از دیدگاه من برای اولین بار وقتی کردستان برای پشتیبانی از یک زن کرد به خیابان‌ها اومدن، سرتاسر شهرهای دیگه ایران پشتیبان کردستان شدن و در طول این 40 و چند سال همیشه کردستان تنها بوده، همیشه تنها این همه درد رو به دوش کشیده و باید بگم که خیلی دیر صدای کردستان به بقیه شهرهای دیگه ایران رسید یا خیلی دیر شنیدنش این صدا رو. این واقعیتی رو که کردها از زمان به سر کار اومدن جمهوری اسلامی به زبان آوردن، از روزی که به جمهوری اسلامی نگفتن 40 و چند سال گذشته و اکنون بعد از این 40 و چند سال شهرهای دیگه ایران پشتیبان این نه بزرگ کردستانن و به این واقعیت رسیدن که ما کردها چه چیزی رو از آغاز این جمهوری اسلامی نمیخواستیم و دلیلمون برای نخواستنش تنها حجاب نبوده و خیلی بحث عمیق‌تر از فقط حجابه، چون حجاب در آخر سر به مسئله‌ای تبدیل میشه که یک زن خودش میتونه اون رو انتخاب بکنه که داشته باشتش یا نه، ولی چیزی که کردها همیشه روی اون خیلی تأکید کردن به آگاهی رسیدن هر انسانی بوده به این نتیجه برسه که خودش چه چیزی رو میخواد و این آزادی عمیقی رو که ما خواستارش بودیم. من فکر میکنم که اکنون این پشتیبانی عظیم یک نوع خیلی برای من دلخوشم به این پشتیبانی عظیم و اینها همشون بچه تمایزهایی بودن که با جنبش های دیگه وجود داشت، هرچند من این اعتراضات و قیام اکنون رو به عنوان یک جنبش فراتر از یک جنبش باید ببینیم و تبدیل به یک انقلاب شده که به سوی خیلی به سوی دیگه ای داره میره، به سوی انقلاب. بله رفیق دیمن، خب در این اعتراضات زنان پیشقراولان مبارزین هستند و در صف اول در خیابونا دارن شعار میدن و رو در روی نیروهای سرکوبگر میستن، حجابشون رو بر میدارن، رو سریاشون رو آتیش میزنن. شما به عنوان یه زن، به عنوان یه زن نویسنده، یه زن شاعر که در خارج از مرزهای ایران زندگی میکنید، وظیفه افرادی مثل شما و خود شما چیه که بتونید صدایی به صدای مردم ایران اضافه کنید و صدای مردم ایران از این بیشتر از مرزها فراتر بره و همه مردم جهان، هرچند که تا الان هم همونطور که اشاره کردیم به توییت مهسا امینی که بی سابقه بوده، اما خب بیشتر از این صداشون رو بشنون و حتی دولت‌ها دیگه نتونن به خاطر منافعشون، به خاطر سرمایه‌های مشترکی که با ایران دارن به اصطلاح مثلا بگن که ما مخالف رژیم هستیم اما دستشون توی کاسه است، نتونن این حربرم به کار ببرن و بیشتر از این دولت جمهوری اسلامی این رژیم رو زیر فشار بذارن تا رو به نابودی بره. وظیفه انسان‌هایی مثل شما چیه و آیا شما تا حالا کاری انجام دادین که در راستای همصدایی با مردم ایران بوده باشه؟ در ساده ترین حالتش وظیفه هر انسان آزادی‌خواهی اینه که پشتیبان مردم خودش باشه و افرادی هم که میتونن از تریبون‌های دیگه استفاده کنن، دسترسی دارن به تریبون‌های خاصی، یکی از وظیفه‌هاشون اینه واقعاً که بتونن صدای مردم باشن
و بدون هیچ تبعیضی بتونن این صدا رو به گوش جهان برسونن. من حتی الامکان به اندازه‌ای که در توانم بوده در اعتراضاتی که در شهر کلن صورت گرفته شرکت کردم. در توانایی من اگر بوده من عضو پنکورت هستم که به وسیله این نهاد تونستیم نامه بنویسیم به همه پنهای کشورهای دیگه. عذر میخوام، میشه در مورد این نهاد توضیح بدید؟ معرفیش کنید این نهاد. یکی از نهادهایی که نویسنده و روزنامه‌نگارها در اون عضو هستن و هر کشوری پن خودش رو داره و کردستان هم نهادی داره به اسم پن کرد و همه به پن اینترناسیونال وصلن. به وسیله این نهاد نامه‌ای فرستاده شده به پن اینترناسیونال و همینطور به تمام پن همه کشورها و ازشون خواسته شده که صدای مردم ایران و به خصوص صدای مردم کردستان باشن و باید بگم برای اولین بار در اطلاعیه هایی که دادن پن چند کشور به این نامه جواب دادن، پن آلمان به خصوص، پن اینترناسیونال و کشورهای دیگه هم و همشون صداشون گفتن که ما پشتیبان مردم ایران هستیم و این اعتراض هایی که در ایران رخ داده اعتراض روایی هست، واقعی هست و مردم حق آزادی دارن که خودشون انتخاب کنن و همینطور به این اشاره شده که چه کشتار عظیمی در ایران داره اتفاق میفته. اینها شاید کارهای کوچیکی به نظر برسن اما همشون اگر همه ما هر کدوم به وسیله نهادها و انجمنهایی که درشون عضو هستیم بتونیم قدم کوچیکی برداریم، خودش در کل میشه به یک اطلاع رسانی بزرگی تبدیل میشه. و همینطور من از صفحه شخصی خودم هم میتونم اون چیزهایی رو که تونستم نوشتم، شعر نوشتم، تکست نوشتم و شاید من تریبون بزرگی ندارم ولی هر کسی که احساس میکنه که میتونه تریبون باشه برای صدای مردم باید از صفحات کوچیک خودش هم استفاده کنه تا ویدیوها و صدای مردم رو به گوش همه برسونه. بله، سپاسگزارم رفیق دیمن. شما به عنوان یه زن که در حال مبارزه است برای برابری زنان و مردان در ایران و کردستان چه پیامی دارید؟ اگه امکان داره براتون خیلی کوتاه، خیلی ازتون ممنون میشم. پیام من اینه که خیلی خوشحالم که زنان در صفوف اول این اعتراضها و قیامها هستن. هرچند زنان کرد همیشه در صفوف اول بودن، همیشه اعتراضهای خودشون رو به همه شیوهی نشون دادن، ولی مهمترین قضیه اینه که ادامه بدیم به این اعتراضها و برای این حقی که داریم احترام قائل باشیم. حق آزادی، حق کوچکترین حق ما، حق انتخاب پوششمون هست، حق کار، حق داشتن این که بتونیم در آینده خودمون تصمیم بگیریم برای داشتن پاسپورت، برای داشتن بچه، برای نداشتن بچه، برای ازدواج. همه اینها حقهای خیلی کوچک و اساسی هستن که هر انسانی در این کره خاکی باید این حقها رو داشته باشه و زنان ایران، زنان کرد نباید فراموش کنن که حق این رو دارن و شایستگی این رو دارن که آزاد زندگی کنن و خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن و دیگه زیر این سیستم مرد سالار توتالیتر زندگی نکنن و امیدوارم که ادامه بدن این اعتراض ها رو و خیابون رو واقعا به سنگر واقعی خودشون تبدیل کنن. خیلی از حضورتون ممنونم رفیق دیمن سهرابی، شاعر و نویسنده از آلمان. من هم از شما ممنونم. تشکر میکنم. خیلی از شما ممنونم. بله بینندگان عزیز، شما با شماره تلفن 2045 71 64 50 24 همین شماره‌ای که در زیر صفحه تلویزیونتون درج شده میتونید گزارشات، تصاویر و عکس‌های خودتون رو
برای ما بفرستید. پیشنهادات یا اینکه اگر بخواید در برنامه ما شرکت کنید، چه از طریق پیام با تلگرام و چه از طریق صوتی بخواید تماس بگیرید، میتونید ما رو در میون بذارید و اینکه کلیپ هاتون و تصاویرتون و عکساتون رو برای ما بفرستید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. میریم آخرین تصاویری که شما از اعتراضات امشب برامون فرستادید ببینیم و برمیگردیم. زندگی آزادی، 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 زندگی بخوان بلند بلند برابری قیام شد چه خشم سراسری بهشت زیر پای خود را پس بدون نفس بگیر هر روز میکشن تو را که خواهری که مادری نه فقط زنی بلند صدا به جنگ ننیم و نناقصی برابری تو بیشتری از سنگهایی که به سوی تو زدن کوهی بساز برو به اوج قله یک کوه به جنگ خواهرم بگو در خیابان آتش زدند و گفتن مقدسی در بیابان سنگ زدن تا که به عشقت نرسی در خانه گوش و لب بریدند و دقل باب نزدی در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی اول درونه از سکوت مالک جسم خیش شد سپس رها روح از این بند شد و پیش شد بیا کنار هم برای هم برابری شویم باعث و بانی عدالت سراسری شویم اگرچه خیلی سخت است محال نیست اگر شود وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود 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 بله بینندگان عزیز، این جنبش را سر بازی ایستادن نیست. دانشگاه بوعلی سینا، دانشجویان دانشگاه الزهرا، دانشگاه علوم توانبخشی تهران، دانشگاه چمران، خواجه نصرالدین طوسی،
دانشگاه هنر، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، تربیت مدرس، دانشکده دندانپزشکی تبریز، دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی مازندران و دانشگاه کردستان بیانیه دادند که در حمایت از مردم معترض و سرکوب‌های خشنی که حکومت به کار میبره دانشگاه ها رو تعطیل میکنن و دست به اعتصاب میزنن. امیدواریم که مابقی دانشگاه های ایران نیز به این اعتصاب بپیوندند. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با رفیق شنو احمدی، عضو حزب کمونیست ایران از آلمان. رفیق شنو گرامی، با سلام و درود. درود بر شما رفیق کانی عزیز. قبل از هر چیز من میخوام از زحمات روزانه و شبانه شما و همکاراتون که این چند روزه ما میبینیم دنبال میکنیم، واقعا ازتون قدردانی میکنم. مثل خودم خسته نباشین. خیلی ممنون رفیق شنو گرامی، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که در برنامه ما شرکت کردید. منم همینطور در خدمتم. شنو جان، خب شما عضو حزب هستید، فعال هستید در حوزه زنان و اعتراضات رو مدام دارید دنبال میکنید. در 10 روز گذشته که چطور قتل مهسا، یک دختر 22 ساله، نه تنها ایران و کردستان بلکه همه جهان رو لرزوند. ارزیابی شما از این اعتراضات چیه؟ خب راستش کانی عزیز، اگر نگاهی اجمالی به اوضاع دنیا و علل خصوص خاورمیانه بندازیم، این اعتراضات و اعتصابات بر حق مردم ایران که از کردستان شروع شد بی ربط به این فاکتور نیست. بحران اقتصادی یکی از اصلی ترین فاکتوریه که رژیم اسلامی ایران دچار شده و مثل و عین یک مرض راه خط پایان رو داره به اونا نشون میده. دومین فاکتورش ناکارآمدی مسئولانه که 43 سال مردم زحمتکش و طبقه کارگر ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن و تحمل میکنن و نتیجه این دو فاکتورم خب معلومه سرکوب، ستمهای جنسی، ستمهای ملی، همه اینا رو در بر میگیره. به نظر من این دو تا فاکتور، این فاکتورهایی که گفتم راه سرکوب رو برای جمهوری اسلامی باز کردن و در این میدان نسل 4 جوانان به میدان اومدن. مهسا امینی مثل یک نماد شد، یعنی یه رمز شد که تو رسانه های دنیا هم اینو میگن. خب جوانا اومدن دست بردن به چیزی که ما کرده بهش میگیم همون مذهب، نقطه مرکز رو در نظر گرفتن و نماد کهنه پرستی رو آتیش میزن. جوونا میان دخترها، ما قبل از چیز من باید بگم این جنبش این دخترها دارن، یعنی زنان در صف اولشن دیگه. ما نمیتونیم مثل بقیه خیزشایی که تو ایران بود بگیم حضور زنان پررنگه. الان علنا زنان دارن هدایتش میکنن و جوونا و خانواده ها که حمایتشون میکنن که حجاب که همون نماد آپارتاید جنسی آتش میزنن و به نقطه دست زدن که دیگه دارن نماد ارتجاع و خط میزنن از تو جامعه ایران. ارزیابی من اینه که یک جنبش رادیکال در جریانه که زنان پیشقدم آنن و با حمایت بیشتر مردم دنیا ما متوهم به جامعه سرمایه‌داری نیستیم، ولی خب اگه الان میبینیم حمایت میکنن، برای همینه که جمهوری اسلامی شد همون فرزند ناخلفشون دیگه نمیتونن بهش دست بزنن، چون بی سوادن، چون ناکارآمدن.
دارن دست به کارای میزنن که بحرانی رو که دچار شدن بیشتر میشه با این حمایتشون از تروریسم جهانی. بله شنو جان، از نقش زنان گفتین، از اینکه خب زنا پیش قراولن، زنا دارن نماد ارتجاع آتیش میزنن. در اعتراضات سالهای گذشته چی؟ آیا زنان حضور نداشتن؟ و چه تمایز این اعتراضات با سالهای گذشته از نظر شما چیه؟ هانی جان عزیزم بهت گفت رادیکال بودن این جنبشه، این خیزش از خیزش دیگه فراتر رفته، رادیکال بودنشه. شعارا رو ما اگه بیان نسبت به شعارا بخوایم ارزیابیش بکنیم، هم شعارا، هم حضور زنان، هم دست بردن به نماد ارتجاع، هم نشان رفتن مرکزیت که خود اصل ولایت فقیه، اینا همه نشون از تفاوتش تو اینا همه نشون رادیکال بودن این جنبشه و تفاوتش اینه. ما تو خیزش‌های قبلی ما می‌دیدیم شدت سرکوب خیلی زیاد بود، 2-3 روز سر و ته همه رو می آوردن، چون ما حمایت‌های رسانه‌های دیگر جهان رو در پشت نداشتیم. اینو در نطفه خفه می‌کردن، خیزش‌ها رو خفه می‌کردن. یعنی از 88 شروع شد، از زمانی که مردم میگفتن رأی ما کو، خب حمایت میدادن، پوشش میدادن. همین اوباما که رئیس جمهور قبلی آمریکا بوده، مال این دوره بود، پوشش میداد. ولی به محض اینکه شعار تغییر یافت به مرگ بر دیکتاتور، دیگه پوشش ندادن و اون کشتار عظیم رو راه انداختن. دی ماه 96 همینطور، آبان ماه 98 که در عرض 2 هفته بیشتر از 2500 جوان نازنین ما رو سربنیست کردن. ولی الان ورق برگشته، یعنی جمهوری اسلامی دیگه رؤیت شده برای دنیا، دیگه همه حتی حامیای خودش هم دیگه الان پشتیبانش نیستن، الان حمایتش نمیکنن، حتی حامیای خودشون. تفاوتش اینه رفیقانی عزیز، ما میبینیم که هنرمندهای مردمی، هنرمندهای حکومتی هم اومدن پشت این خیزش. من خب خیلی تو این فضای، تو این سوشال میدیا حرف زده شده اینا، ولی به نظر من همین که اومدن الان که دارن میگن ما باید اینا رو یه جور دیگه ارزیابی، به این نقطه داریم میرسیم، نزدیک میشویم که جمهوری اسلامی در انتهای پایانه، انتهاشه دیگه، آخراشه. بله شنوای گرامی، خیلی ازت ممنونم. به عنوان یه زن، برای همه زنایی که در همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم در خیابونها هستن و رو در روی این رژیم سرکوبگر و نیروهاش و آواشش وایستادن و شعار سر میدن، پیامت چیه؟ قبل از هر چیز سر ستایش برای شجاعتشون، برای جسارتشون فرود میارم و مثل یک زن افتخار میکنم به زن بودنشان، به زن بودنم. میتوانم اینجا ما هم در کنارشون هستیم، ما در توان خودمون، مثل این مهمان قبلیتون دیمن جان اشاره کرد، صفحه های اکانتای شخصی ما هر کدام یه تریبونه. ما به جز اینا خیابان ها رو ما مزدوران جمهوری اسلامی رو به ذلت آوردیم. حضور ما در خیابان ها انقدر قابل توجه بوده، انقدر جای نگرانی برای دستگاه حکومتی در ایران که سازمان میده مزدوراش رو بیان اکسیونا رو به هم بزنن که بگن اینا با خودشون هم نمیسازن. یعنی
این یعنی تاثیرگذاری این تجمعات. ما هم در کنارتون هستیم با تمام نیرو. اینجا نسخه صادر نمی کنم، منم فامیل دارم اونجا، فامیلای منم در اون اعتراضاتن. امیدوارم که بتونیم در آینده نزدیک پشت این رژیم دیکتاتور تاریخ سیاکن رو به زمین بزنیم با انسجاممون، با شجاعت، با ادامه کاری در جسارت شما جوانها و زنهای دخترهای جوان. خیلی ازت ممنونم شنوی عزیز، شنو احمدی، عضو حزب کمونیست ایران از شهر آلمان، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین. سپاسگزارم. منم ممنونم از دعوتت کانی جان. دوباره خسته نباشید میگم به شما و همکاراتون در تلویزیون حزب و کمانه. خسته نباشین، سلامت باشین. خیلی ازت ممنونم. بله بینندگان عزیز، در شهرهای مختلف ایران و کردستان، از مریوان، قروه گرفته تا تهران، اصفهان، همدان، تبریز، همکنون مردم معترض در خیابانها هستند. تصاویری از این اعتراضات به دست همکاران ما رسیده. تصاویری میبینیم، برمیگردیم. زندگی آزادی، زندگی آزادی، زندگی آزادی، زندگی آزادی. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه همراه رفیق کژان اسدی، هنرمند و فعال حوزه زنان هستیم. رفیق کژان گرامی، با درود، خوش اومدید. سلام کانی جان، درود. نمیدونم کامرای من درست هست یا نه، تو من مستقیم اومدم حالا. اوکی. درسته، خیلی خوش اومدید عزیز. ممنونم، سلامت باشید. کژان جان، در عرض 9-10 روز گذشته خب میدونید که همه ایران از شهرهای کوچیک و بزرگش گرفته همه جاش اعتراضاتی مختلفی هست که مردم به شیوه خیلی وسیع به خیابونها ریختن. این اعتراضات به خارج از مرزها هم کشیده شده و به شهر شما که در آلمان هستین هم. ارزیابی شما از این اعتراضات چیه؟ کانی جان، مثلا این اعتراضات الان دیگه در واقع میشه گفت یه شورش یا یه انقلاب در واقع و این وضعیت به همه جای دنیا کشیده شده و خوشبختانه تمام دنیا این وضعیت متاسفانه برای این وضعیتی که الان واسه ایران پیش اومده و کردستان پیش اومده و همشون پشت اینا رو گرفتن. اخبارهای خارجی رو می‌بینیم، مخصوصا من که کشور آلمان هستم، من دنبال میکنم اخبار آلمان رو و میبینم که مرتب داره از توحش سیستم ایران تصاویر رو نشون میده و همه واقعا به این وضعیت صحیح من یه اتحاد خیلی خوبی پیش اومده که واقعا ما هممون بهش دلگرمیم. امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشه، همچنان تمام کشورهای دنیا با دیدن این تصاویر، با دیدن این وضعیت مردم ایران بفهمن که ما چی واقعا میکشیم و چی کشیدیم و الان مردم در این وضعیت کشور چی میکشن با کمبود امکاناتی مثل قطعی اینترنت، با خشونت هایی که در خیابان به مردم میشه، با کشت و کشتار، با حمله به خونه هاشون و این وضعیتی هستش که همه دنیا رو خوشبختانه گرفته. بله کژان گرامی، ارزیابی ببخشید این اعتراضات با اعتراضات سالهای گذشته چه وجه تمایزش چیه؟ من فکر میکنم نمیدونم در حدی که به مثال خودم کفایت میکنه. من تا حالا 96 98
درسته و من تا حالا این وضعیت رو به این شدت به این انسجام ندیدم. من توی سال 2019 به خاطر گرون شدن بنزین و وضعیت اقتصادی و حالا اینا همش یه بهانه‌ایه، همیشه یه بهانه‌ای درست میشه، مثل ژینا، مثلا وضعیت مثلا گرونی بنزین اتفاق میفته که مردم این همه خشمی که در دلشون هست بریزن بیرون. اما من تا حالا به این وضعیت ندیده بودم. مثلا سالهای گذشته ما می‌دیدیم که کردستان اتفاقاتی می‌افتاد، این جنبش‌ها درست می‌شد، اعتراضات داشتیم، اما هیچ وقت یک دست الان که تمام شهرهای ایران به این اتحاد دست دادن و ما می‌بینیم هیچ فرقی بین نه ملیتی، نه حزبی، نه دینی، نه زبانی، نه هیچی نیست. همه با همدیگه متحد شدن و به خیابونا اومدن. بله، شما به عنوان یه هنرمند و هنرمندهایی که مثل شما هستن و خارج از ایران هستن باید چیکار کنید که صدایی به صدای مردم ایران اضافه بشه و ما بتونیم مردممون رو یک قدم جلوتر ببریم رو به اهدافشون؟ همه ما، یعنی چه هنرمندا، چه حتی آدم‌های ساده، چه هر انسان در واقع، یعنی میشه گفت که الان وقتش هست که یک صدا بشیم و همه چی رو کنار بذاریم و دست به دست هم دیگه بدیم. ولی من به عنوان یه هنرمند احساس میکنم، خطاب به هنرمندان احساس میکنم که صدای هنر، من همیشه تو تریبون‌های قبلی هم که در این وضعیت اینترویوی داشتم و چون اینو گفتم که صدای هنرمندان صدای خیلی بلند و رسایی هستش و مردم هنرمندان رو دوست دارن. صدای هنرمندان برای مردم خیلی مهمه، صدای آشناییه، صدای دلنشینیه. میتونن با همین کاراکترهایی که من دارم ازشون تعریف میکنم و توصیف میکنم جلو برن و واقعا حمایت کنن مردم رو. من همیشه میگم وقتی یه هنرمندی یک کنسرت میذاره 7,000 8,000 10,000 بیننده داره، یعنی این 10,000 بیننده بازم 10,000 بیننده دیگه تولید میکنه و این خیلی خوبه. پس ما الان هنرمندان واقعا وظیفه داریم، وظیفه خیلی سنگینی که باید ادا کنیم به این ملت، چه از خارج از کشور چه داخل کشور. همه ما باید نترسن از هیچی، هیچ کس دونش از اون یکی عزیزتر نیست، از جوانای مردمی که خیابون ریختن، خونشون رو ریختن و اینا همه ما الان یکسان هستیم. ولی هنرمندان مخصوصا چون صداشون میرسه و مردم واقعا دنبال هنر میرن، چون ما همه میدونیم که ملت کردستان، ایران همه هنر دوستن، همه هنرمنداشون رو دوست دارن. به همین دلیل باید الان وقتش هست که ادای دین کنیم و این جوانای خیابون رو تنها نذاریم. من واقعا ازشون میخوام، هرچند من دیدم که تا الانش هم هنرمندان مردم رو تنها نذاشتن و همه بیانیه دادن، ویدیوهای از خودشون گذاشتن و حتی ما میبینیم که هنرمندهای جهانی، من خیلی خوشحالم که یه پیانیست معروف دنیا میاد پیام میده، یکی که کنسرتش میاد به زبان انگلیسی میگه که الان ایران نمیتونه با ما ارتباط داشته باشه، اینترنت قطعه، اما ما میتونیم صدای ایرانیان باشیم و این اتحاد خیلی خیلی خوبه. بازم امیدوارم ادامه داشته باشه، امیدوارم هنرمندان پشت مردم رو خالی نکنن. بله، شما در شهر کلن آلمان یه نمایش داشتید که خب بازتاب مثبت گسترده‌ای داشته. میشه در مورد نمایشتون صحبت کنیم؟ اینکه مضمون نمایشتون چی بود؟ بله، من در این مدتی که این وضعیت در ایران پیش آمده واقعا یه لحظه هم نبوده که من به زندگی شخصی خودم یا به خودم برسم. واقعا احساس میکنم مثل یه آدمی که یه وظیفه من، چون اگر الان در ایران بودم قطعا در صف اول همین مردم و پیش همین مردم بودم. الانم که اینجا هستم احساس میکنم تنها چیزی که میتونه به دخترای کردستان با من همزادپنداری کنن، بفهمن که کجان اگر بیرون از کشور همچنان ساکت ننشسته و مثل همیشه به ما رو تشویق میکنه با نمایش دادن چند تا نمایش با چند تا عکس و اینو. به همین دلیل من این هفته مرتباً کار داشتم. اولین کارم دوره سفارت ایران بود در آلمان و شهر فرانکفورت که من اونجا با نماد این که این حجابی که الان به ما سالها تحمیل شده مال ما نیست،
این حجاب اجباریه. من اساساً مثل شخص خودم نمیگم حجاب اجباری، اساساً فلسفه حجاب فلسفه خوبی نیست. من میگم نه به حجاب، اما به خاطر اینکه به خیلیا برخورده بود مثل اسلامیون و اینا، من الان میگم اوکی، حالا حجاب اجباری لااقل دینتون واسه خودتون، حجابتون واسه خودتون، اما ما رو راحت بذارید. ژینای نازنین 22 ساله چرا باید به خاطر یک وجب مو که بیرون بوده الان یعنی الان وضعیتی رو که پیش آورده، این انقلاب رو پیش آورده و همه جوونا بعد رژیم شهید شدن به خاطر همین. به همین دلیل من سعی کردم با یکی از نمایشام واقعا چادرها رو زمین بکوبم و من بگم نه به حجاب اجباری، من این حجاب رو نمیخوام. و یکی از نمایشام مضمونش همین بود. روز شنبه در شهر کلن 2 تا اجرا داشتم، یکیش در بانهوک کلن بود که مضمونش این بود که من اعتقاد داشتم که این تصاویری که این مدت پیش اومده در ایران باید مردم آلمان اینو ببینن، چون معمولا تریبونای ما تریبونای کردی یا فارسی هستش و زیاد مردم متوجه نمیشن. و این ایده به ذهن من رسید که من تصاویر رو با یه سری آیپد و گوشی در میان مردم و دخترایی که همکاری کردن، دخترای خوب و واقعا آزادی خواهی، که من با تبلت هم توی مردم اینا رو نشون دادم و همچنان یک پارتنری که موهای این دخترها رو شونه میکرد و نوازش میکرد. اینجا میخواستم اینو بگم که این نمایش 2 تا پیام خیلی مهمی داشت. یکیش این بود که دیگه واقعا موهای زیباتون رو قیچی نکنید، تیغ نزنید. ما زنها باید با تمام زیبایی شناسی که داریم، با تمام زیبایی که هستید، زنای شجاعی باشید، زنای پیشروی باشید. نباید این پیام‌های غلط در وضعیت الان ما رخنه کنه و زیبایی زنامون رو از دست بدیم. این نمیگم این یک تاییده و اینکه ما تسلیم شدیم، اما هر الانم میگم خطاب به اون خانم‌هایی که موهاشون رو زدن، من واقعا دست تک تکشون رو میبوسم، چون این یه اعتراض بوده در هر صورت. اما خیلی مهمه در تاریخی که الان اتفاق افتاده پیام‌های ما پیام‌های درستی باشه. این خیلی مهمه و ما باید موهامون رو ببافیم، باید موهامون رو تنابی کنیم بر گردن این دیکتاتورها و این یه وضعیت نیست که ما الان موهامون رو بزنیم. ما باید اتحاد داشته باشیم، با تمام زیبایی و تمام زنانگی جمع کنیم، چون ما زنها با قبول کنن قبول نکنن، زنهای موجود هستن خود زیبا و با موهای بلند و نمیخوایم که سرامون رو بتراشیم. و این پیام من یکی از این نمایش‌ها بود و همون نمایش نه به حجاب بود در نویمار که یه خیابان دیگه آلمان من تکرار کردم و خیلی خوشحالم که موقعی که من روسریمو بلند کردم و کوبیدم زمین، تمام زنهای این تجمع و این اکسیون اومدن و همکاری کردن، شعار دادن، تمام زنها روسریاشون رو پرت کردن زمین و نه به حجاب اجباری گفتن. خیلی ازت سپاسگزارم کژان عزیز که دعوت ما رو قبول کردید. کژان اسدی، هنرمند و فعال حوزه زنان از آلمان، ممنونم از حضورت. مرسی پایین جان. من میتونم یه پیام کوتاه فقط اینو بدم که لطفاً اختیار دارید، بفرمایید. الان خیابان‌های ما خیابان سنگر ما شده، الان جای زندگی، الان جای لطفاً با تمام وجود تمام دنیا میخوام، مخصوصاً از مردم ایران و چه خارج از کشور، لطفاً جوانای ما رو تنها نذارید. خیابون‌ها نباید خالی بشه. وضعیت بعد اینکه تسلیم بشیم بدتر میشه، بیشتر خون ریخته میشه، بیشتر ادامه خواهیم داشت، بیشتر به خونه هامون میان و دستگیر میکنن و زندانی میکنن. امیدوارم که همه ما پشت تمام اون جوونا باشیم. هر کسی هر جای خودش هر حرکتی کنه مطمئنا حداقل یه مخاطب خواهد داشت. موفق باشید. شما هم همینطور مستدام باشید. خیلی ممنون از حضورتون. بله بینندگان عزیز، برای ما پیام‌های زیادی اومده که شهرهای ایران شلوغ هستش. تهران، جوانان مبارز آزادیخواه شعار میدهند زن، زندگی، آزادی.
این لحظه است که مبارزان به خصوص شیرزنان در حال ساختن تاریخ هستند. از یزد گزارش رسیده که جوانان خیابانها را کنترل کردند و فریاد آزادی سر می‌دهند. تهران بازم برامون گزارش اومده که شلوغ در کردستان، شهرهای کرمانشاه، سنندج، قروه، مریوان اعتراضات ادامه داره. گوهردشت، کرج، تبریز اعتراضات با وسعت زیادی در حال انجامه و همچنین گزارش رسیده که در تبریز رشیدیه نیروهای سرکوبگر مستقیم دارن به سوی معترضین شلیک میکنند. بله، مهمان دیگه داریم در استودیو که سلام و عرض ادب دارم. رفیق مینوی گرامی، خیلی خوش اومدید. منم سلام دارم خدمت شما رفیق کانی عزیز. میدونم که این روزا به هر حال این مسئولیت خیلی زیادی شما دارین. خسته نباشین. شما دستن در کارهای برنامه و کسایی که در میدیا کلن دارن کار میکنن شبانه روز، مطمئنم که سخت دارین کار میکنین. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. خواستم معرفیتون کنم. رفیق مینوی ایرانی، کادر و عضو حزب کمونیست ایران. بله، منم قبل از اینکه شروع کنم به صحبتم اولا خواستم درود خودم رو به زنان مبارزی که این روزها در جریان وقایعی که هر لحظه داریم دنبال میکنیم هستند و در خیابان ایستادن و واقعا عکس ها، ویدیوهایی دستمون میرسه که این شجاعت و مقاومت این دختران و پسران جوانی که در خیابان هستن تحسین برانگیزه. ضمن این که خواستم در واقع پیام خودم رو به مادر ژینا بگم به این صورت که واقعا این چیزی که از احساس و قلبم میاد بیرون که این مادر عزیز اون گلهایی که پرپر کرد روی مزار جگرگوشش، رایحه این گلهای پرپر شده به سرعت از حد و مرز سراسر ایران شهرها رو گذرون، از حد و مرز ایران اومد بیرون. اینقدر که این غمناک بود و این غم سنگین آنچنان تأثیر گذاشت در سراسر دنیا و واقعا این رایحه این گلها، این پیام این مادر عزیز آنچنان انسانهایی رو که بگم ذره‌ای به هر حال وجدان، انسانیت، احساس داشتن، چه هنرمند، ورزشکار، نویسنده و انسانهای عادی رو واقعیتاً تحت تاثیر قرار داد و این به هر حال این غم سنگین جهانی شد، از مرزهای ایران گذشت و به تمام دنیا به هر حال خودشو گسترده کرد و نشون داد که این ظلمی که بر زنان ایران در طول این حکومت به هر حال دیکتاتور و آپارتاید جنسی در عرض این 43 سال روا شده، چه ظلم بزرگ و سنگینی بوده که زنای ما در مقابلش ایستادگی کردن این مدت و هیچ وقت کوتاه نیامدن. بله رفیق مینوی گرامی، سپاسگزارم. خب همونطور که شما هم اطلاع دارید این جنبش سر باز ایستادن نداره. ارزیابی شما از این جنبش چیه؟ نسبت به جنبش‌های قبلی، نسبت به خیزش‌های قبلی، حالا در سالهای گذشته؟ بله ببینید رفیق کانی عزیز، این جنبش سر باز ایستادن نداره برای اینکه در واقع غم و رنج و ستم و ظلمی که در این 43 سال تلمبار شده ما دیگه به حد انفجار رسیده. یعنی این به هر حال کشتن و به قتل رسیدن یک دختر 22 ساله جوان که بگم میشه اینطوری توضیحش داد که
در خیابان نبود، معترض نبود، تفنگ دستش نگرفته بود، اسلحه‌ای دستش نبود، جایی رو نسوزونده بود، یک انسان عادی و معمولی، ولی امنیت رو ازش گرفته بودن. یک دختر 22 ساله‌ای که از شهری به شهری اومده بود که به هر حال زمانی رو بگذرونه و واقعا همونطور که به هر حال توی گفتگوهای خانواده و برادرش و اینها گفته، یک دختر 22 ساله غریب در یک شهری بسیار مظلومانه به قتل رسید و این اون اسفناک بودن وضعیت رو در جامعه ایران نشون میده که برای زنها تا چه حد میتونه به هر حال خطرناک باشه و این مسئله به هیچ وجه نمیتونه اون به هر حال میخوام اینجوری بگم که این یک ماشه‌ای بود که این ظلم 42 ساله حکومت و رژیم آپارتاید جنسی رو که با حجاب اجباری، با این نماد در واقع تحقیر زنانی که الان بیش از نیمی از جمعیت جامعه رو تشکیل میدن، همینطور جلو اومده و همین شد که به هر حال این انفجار صورت گرفت. این انفجار صورت گرفت به خاطر این دردهای تلمبار شده. نمیتونیم بگیم که در یک لحظه، یک آن، یک روز به وجود اومد این انفجار، بلکه این تلمبار شده بود. از 96 آبان 96 از دی 98 96 از اعتراضات مردم به بی‌آبی خوزستان، از اعتراضات مردم به خراب شدن آوار شدن ساختمون متروپول، از ظلم و ستمی که به هر حال هر روزه مردم ایران در جریان هستین که اصلا به هیچ وجه هم در لحظه از پا نیفتادن برای مبارزه. شما ببینین در این سالها مردم، طبقه کارگر برای حقوق و مطالباتشون، معلمان و بازنشستگان برای به هر حال رتبه بندی هاشون، این به هر حال این اجحافاتی که داره بر محیط کار بهشون وارد میشه، نمیدونم خصوصی شدن مدارس، از اون طرف محیط زیست به خاطر خوش شدن دریاچه ارومیه، به خاطر ریزگردهای نمیدونم که خوزستان رو در بر میگیره و هزار مسئله دیگه خورد و ریز که در این مدت، در این چند ساله به مردم ما تحمیل شده و واقعا بگم متمدنانه مردم پیش اومدن، اعتراض کردن، مطالبه گری کردن، گفتن حقوقمون رو که ندادین بیاین بدین، گفتن نمیدونم معلما و بازنشسته گفتن حق و حقوقی رو که از ما گرفته شده بیاین بدین، مدارس خصوصی، مدارسی که به این شکل به هر حال خصوصی دارین میکنین، نمیدونم وضعیت بهداشت، وضعیت امنیت محیط کار و تمام این روزمره ما میبینیم که مشکلاتی که مردم باهاش در تقابل هستن، فقر از همه بدتر، نمیدونم اختلاف طبقاتی. شما اصلا واقعا آدم میمونه که چطور امکان داره در یک جامعه‌ای 95% مردم زیر خط فقر باشن، 5% کسایی که به هر حال عمدتاً ارتباط با این رژیم دارن و سر در آخر این جریان‌های رانتی و دزدی و فساد دارن، در بالای شهر در قصرها زندگی کنن، ماشین‌های لاکچری سوار بشن، بچه هاشون رو بفرستن این ور دنیا که بیان اینجا از امکانات دنیای غرب استفاده بکنن. بعد برای اونها رفیق کانی، برای اون 5% این وضعیت حجاب خیلی مطرح نیست. در بالای شهر من کسی داشتم همین چند روز پیش تازه از ایران اومده بود، اونم اتفاقا در اون قسمت‌های بالای شهر زندگی میکنه، اصلا تعجب میکرد که چطور برای حجاب این قتل پیش اومده، به علت اینکه اون تعجب میکنه اونایی که اونجا دارن زندگی میکنن، به این علت که دارن میبینن حتی خانم‌ها سوار ماشین میشن بدون حجاب
و میخندن به این سیستم، میگن خب میگیرنمون میبریم یه چیزی امضا میکنیم یه جریمه هم میشیم. نه، یا دخترایی که شکمشون بیرونه دستشون هم در نکنن، نمیدونم به نافشون هم چیز آویزون کردن و اینا، اونا مطرح نیست. ولی اگر یک دختر ساده شهرستانی میاد توی تهران باید به این شکل به قتل برسه در عرض 2 ساعت. متوجه این؟ یعنی اینها خشمیه که مردم اصلا نمیشه کلمه ازش واقعا براش استفاده کرد. این ظلمیه، این ستمیه که به هر حال ملیت هایی که در حاشیه ایران قرار گرفتن، چه عرب خوزستان باشه، چه بلوچ بلوچستان باشه، چه کرد کردستان باشه، لرستان باشه، تمام اینها سیستماتیک اومده جلو. بین قومیت ها سعی این حکومت این بوده که نفاق بندازه، اینها رو به جون هم بندازه. ترک و کرد رو اونجا در قسمت هایی که هم مرزن ادغام شدن، عرب خوزستان رو و نمیدونم بلوچستان رو همه رو به جون هم بندازه که بتونه حکومت بکنه. از نفاقی که بین ما بندازه بتونه حکومت بکنه. اما امروز خیلی در واقع دستاورد بزرگی برای مردم جامعه ما داشته که ژینا زن بود و کرد بود و این باعث شد که این نام رمز این حرکت و این خیزش که ژینا باشه باعث شد که ما دوباره به همدیگه پیوند بزنه و این در واقع چه میگن این فرهنگ سازی یا نمیدونم مسائلی که جمهوری اسلامی خواسته به ما تحمیل بکنه تمام بر علیه خودش برعکس شد، بر علیه خودش داره به کار برده میشه. شعارهایی که میگه از کردستان تا تهران خونین تمام ایران، این شعار یعنی ما با هم هستیم. اصلا این تفاوت‌ها این 42 سال که ما رو خواستن از هم جدا کنن چنین چیزی نیست و اینها همه برعکس بر علیه خود رژیم در واقع به کار گرفته شد. بله رفیق مینوی گرامی، با توجه به اینکه شما خارج از کشور هستید و میبینیم که خب مردم تا همکنون هم در خیابان ها هستند، پیام شما برای مردم ایران چیه و شما چه کاری میتونید انجام بدید که مردم معترض رو یک قدم به اهدافشون نزدیکتر کنید؟ شما افراد چپ و کمونیست، حالا چه عضو اپوزیسیون باشن چه نباشن، انسان‌های آزادی‌ها و برابری طلب، وظیفه هر انسانی که دل در گروه آزادی داره در این شرایط چی از نظر شما؟ اجازه بدین رفیق کانی یک مطلبی رو مطرح کنم. ببینین من به عقیده خودم الان معتقدم که اون کارگرای هپکو، کارگرای نفت، کارگرای پتروشیمی، کارگرایی که خوش درخشیدن در این اعتراضاتی، خصوصا بعد از 96 و 98 واقعا خوش درخشیدن در اعتراضات و اومدن به میدان و واقعا قوی اومدن به میدان، میدونم که حتما، مطمئنم، ایمان دارم که حتما دارن ارزیابی میکنن خودشون. اون فعالین کارگری مطمئنم که از من بیشتر دلشون در واقع در این هستش که حمایت بکنن از جوانهایی که نصف سن این جمهوری اسلامی رو دارن، 20-22 ساله دارن تیر میخورن توی خیابونها، 17-18 ساله ها دارن خیابونها رو میبندن و در میفتن با این سیستم سرکوب جمهوری اسلامی. مطمئنم که کارگرها دارن ارزیابی میکنن مسائل، ولی آنچه که کلید موفقیت و رمز موفقیت این خیزشی هست که
دیگه این فرصت برای کسی، یعنی فکر میکنم خیلی سخت این فرصت دوباره پیش بیاد. یک اعتراضاتی شده سراسری از تمام نقاط و شهرهای ایران رو فرا گرفته، به اضافه اون در برون مرزهای ایران تمام توجه جهانی رو به خودش جلب کرده، از سازمانهای حقوق بشر گرفته تا سرتیتر خبرهای روزنامه‌ها و تمام اینها رو ما میبینیم و خیلی خیلی مردم سمپاتی دارن به این جریانی که الان توی ایران اتفاق داره میفته و در جاری روزمره. ما الان آنچه که نیاز داریم که این شرایط رو به سرنگونی این رژیم جنایتکار منتهی بکنه، اعتصابات سراسری کارگران صنایع، خصوصا صنایع کلیدی مثل فولاد، مثل نفت، مثل پتروشیمی ها، کارگران هفت تپه که این همه مبارزه کردن، این همه سابقه مبارزاتی دارن، کارگران هپکو و غیره و غیره. درست؟ از اون طرف من میبینم که معلمان فراخوان دادن برای اعتصاب 2 روزه در هفته، به هر حال پراکنده، به صورت پراکنده برای اعتصاب فراخوان‌های اومده. دانشجویان چند سال بودش که واقعا بگم مدتی بود که غیبت داشتن در اعتراضات، ولی الان امروز میبینیم که کوی دانشگاه ناآرامه، کوی دانشگاه ایستاده و کلاس ها رو تحریم میکنن، اعتصاب میکنن برای رفتن به کلاس ها. دانش آموزان باید باشن، معلمان باید باشن، همه با هم. نباید این جوون های 20-22 ساله رو در خیابون ها تنها بذاریم. خصوصا اصرار میکنم واقعیتا این مسئله طبقه کارگر به عنوان طبقه هنوز نیومده پشت این جنبش، پشت این خیزش به عنوان طبقه. درست؟ میخوام اینو بگم، یک مسئله خیلی مهمی هست که حتما مطمئنم که خود فعالین کارگری انقدر هوشیار هستن که این مسائل رو میدونن، ولی بذاریم بهش تاکید بکنم که اومدن طبقه کارگر به میدان مبارزه و به هر حال نبض اقتصادی این رژیم رو به دست گرفتن و بتونه این جریان رو برسونه به اهداف خودش، این پایه‌ای میشه برای اینکه این اپوزیسیون راست هم اینجا جلوش گرفته بشه که نخواد موج سواری بکنه. دوباره ما از یک چاله به یک چاه و از یک چاه به یک چاله بیفتیم، همون چیزی که در انقلاب 57 پیش اومد. درست؟ بله رفیق مینو، عذر میخوام اما کارگران شورای سازمانده کارگران نفت بیانیه داده همین امروز. بعد از گفتگو با شما این بیانیه رو برای خیلی خوشحالم این خبر رو میشنوم. من تهران و کارگران تهران و حومه، انجمن صنفی معلمان، هفت تپه، همه اینا فراخوان دادن به پشتیبانی از اعتراضات و امروز هم کارگران شورای سازمانده شورای نفت هم این بیانیه رو صادر کردن و حتی التیماتوم دادن که در کوتاه‌ترین مدت اگه این روش سرکوب و دستگیری ادامه داشته باشه اونا قطعا دست به اعتصاب میزنن. بسیار خبرعالی، بسیار خوشحالم. تبریک میگم واقعا به کارگرای عزیز که به عنوان یک طبقه مطرح در شرایط اقتصادی ایران و به هر حال این شرایطی که امروزه در جریان هستش به حمایت از این مبارزات اومدن به میدان و بسیار خوشحالم. تبریک میگم و مطمئن باشین اگر چنین حالتی به خوبی پیش بره این رژیم به هیچ وجه نمیتونه این سرکوب‌ها و اعتصاب عمومی، اعتصاب سراسری میتونه کم هزینه ترین روشی باشه که به هر حال بتونه مبارزات جاری مردم رو به اهداف خودش برسونه که همون سرنگونی این رژیم هست و ضمن این که نطفه های برای به هر حال بعد از سرنگونی هم بسته میشه، شوراها، کمیته های محلی و این هاست که پایه های در واقع قدم بعدی ما را هم
در جامعه ایران میرسه. خیلی خوشحال شدم از این خبر رفیق کانی عزیز. بله، فعالین کردستان هم دیروز یه فراخوان داده بودن مبنی بر اینکه ما تجربه شوراهای محلات رو داریم و در اسرع وقت باید نه تنها در کردستان بلکه در سراسر ایران این تجربه تکرار بشه و عملی بشه. بله رفیق بینو، شما زمان برنامه ما خیلی کمه و داره به اتمام میرسه. اگر حرف خاصی دارین یا پیامی خیلی کوتاه میتونید بفرمایید. بازم حرف خاصم واقعیتا اینه که منتظریم سراسیمه که نتایج این مبارزه برسه به اون اهدافی که بتونه این ظلم و ستم رو از جامعه ما برکنه و برابری و آزادی به وجود بیاره، برقرار بکنه. و امیدوارم دست همگی مبارزینی که در صحنه هستن، در خیابان ها هستن، به گرمی می فشارم و این پیوند خیابان و مبارزه و کارخانه، در واقع خیابان و کارخانه میتونه رمز به موفقیت رسوندن این مبارزات باشه. ممنونم از شما. خیلی ممنون که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. رفیق مینو ایرانی، کادر و عضو حزب کمونیست ایران. سپاسگزارم. ممنونم از شما رفیق کانی. بله بینندگان عزیز، همونطور که اشاره کردم شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه‌ای دادن با این مضمون: ما کارگران پروژه نفت هم صدا با همه مردم در ایران بار دیگر خشم و نفرت خود را نسبت به قتل مهسا امینی، این دختر جوان به دست گشت ارشاد اعلام کرده و از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمان یافته و روزانه علیه زنان و علیه فقر و بی‌تأمینی و جهنم حاکم بر جامعه حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. مهسا و مهساها دختران ما و اعضای خانواده ما هستند. تا کی خشونت علیه زن و یک تازی گشت ارشاد در خیابان‌ها به بهانه حجاب؟ تا کی گرسنگی و بی‌تأمینی؟ دیگر بس است. اعتراض حق مسلم ما کارگران و ما همه مردم است و به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرانه‌ای که بیش از 40 سال است بر ما روا می شود اعتراض داریم. ما دیگر حاضر به ادامه تحمل این بردگی و بی‌حقوقی ها نیستیم. ما کارگران نفت هشدار می دهیم که در صورتی که به بازداشت ها، به کشتار مردم و سرکوبگری ها و اذیت آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهیم ماند. همصدا با همه مردم ما نیز دست به اعتراض خواهیم زد و کار را تعطیل خواهیم کرد. پیمان ما کارگران، پیام ما کارگران و ما مردم را بشنوید. به شما اخطار می‌دهیم. جای بسی خوشحالی است که شورای سازمانده کارگران نفت هم این بیانیه رو دادن به امید روزی که به اعتصاب بپیوندند و همه تولید کنندگان در ایران بتونن تولید رو متوقف کنن و چرخ اقتصاد رو متوقف کنن و جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. یک گزارش برامون رسیده از بابلسر. شعار مردم در بابلسر: جمهوری اسلامی نمیخواهیم. آزادی خواهان متحد و استوار ایمان دارند که این قیام به پیروزی مردم و نابودی جمهوری اسلامی ختم خواهد شد. مرگ بر خامنه‌ای. بله بینندگان عزیز، حزب کمونیست ایران به مثابه حزبی مارکسیستی برای پایان دادن به حاکمیت سیاسی و اقتصادی طبقه سرمایه‌دار، برقراری حکومت کارگری و ایجاد یک جامعه سوسیالیستی مبارزه میکنه. جامعه‌ای که پایان بخشیدن به استثمار انسان از انسان، زوال دولت و تمام ارکان نگهدارنده‌اش از آن طریق می‌گذرد. هدف غایی ما دستیابی به جامعه‌ای است که در آن آزادی و رفاه همگانی جای اسارت و بی‌عدالتی و محرومیت را می‌گیرد و فرصت‌های یکسان برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌ها و تعالی انسان فراهم می‌شود. جامعه‌ای که در آن
هر کس به اندازه توانایی‌اش کار می‌کند و به اندازه نیازش از مواهب زندگی برخوردار می‌گردد و در آن دولتی نیست که بر فراز جامعه قرار گیرد و بند اسارت تک تک افراد آن را به گذشته‌های استثمار، ستم، خرافه پرستی و جهل گره بزند. از نظر ما سوسیالیسم امری مربوط به آینده نامعلوم و دوردست نیست، بلکه زمینه، توانایی و امکان اجتماعی اقتصادی آن در بطن نظام سرمایه‌داری ایران فراهم آمده است و تحقق آن به نیروی آگاهی، تشکل و مبارزه طبقه کارگر ممکن خواهد شد. امکانات مادی و ثروت‌های غنی جامعه ایران و همبستگی بین‌المللی کارگری ضامن دوام و پایداری آن خواهد بود. در شرایط حاضر این مبارزه از طریق سرنگونی جمهوری اسلامی تداوم می‌یابد و برانداختن این نظام سرکوب و خفقان در ایران هدف بلاواسطه انقلاب کارگری را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب به پایان ویژه برنامه امروز، ویژه اعتراضات و اعتصابات سراسری در شهرهای کردستان و ایران رسیدیم. به امید پیروزی تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. بخوان بلند بلند برابری قیام شد چه خشم سرا